چجوری میشه به یه پیج فروشگاهی اینستاگرامی اعتماد کرد؟ این ویدیو رو بفرستید برای کسایی که دوست دارن از اینستاگرام خرید کنن یا کسایی که پیج فروشگاهی دارن که این نکات رو حتما رعایت کنن. یک، اگر که یه پیج فروشگاهی بزرگ هستید شما باید در کنارش سایت داشته باشید و اون سایتتون نماد اعتماد داشته باشه. دو، توجه کنید پیج های فروشگاهی حتما باید یک شماره تماس ثابت یا حداقل شماره تماس موبایلی داشته باشن. سه، هایلایت درباره من یا درباره ما. شما باید بدونید از چه کسی خرید میکنی، اسم و فامیلش چیه، کجا زندگی میکنه. پس مهم اینه که اگر طرف مغازه داره حتما آدرس مغازش باشه و اگر مغازه نیست کسب و کار خونگی یا اینترنتیه یا آدرس حدودی شما ازش بدونی. سه، رضایت مشتری، هایلایت رضایت مشتری به شدت مهمه. و چهار، نحوه ارسال، یعنی هایلایت نحوه ارسال اون پیج داشته باشه. حالا اگر همه این چیزا رو نکن پیج داشت، اگر قیمتش خیلی پایین بود، خب اگر قیمتش نسبت به عرف بازار خیلی پایین بود به هیچ عنوان زیر بار نرید، چون میخواد سرتون کلا بذاره. آره واقعا. مرسی علی جون.